تو چی کار کردن میخواهی؟ اکنون وقتی مردن از فرا رسید. سقراط رها کن مرا، به تو هم یک تانه بلا بالای سرم است. تو میموری. ساده رها کن. از اتاق سردار صدای تیر برآمد. سردار را پراندند. نارنجک از انبار صدای تیر برآمد. دوم رو از اینجا خوده کردن لازم. اونجا چی گپ شده باشده؟ عجبا سقراط مرده باشده؟ چی خیل ترکشی بد واهمه بود.
بنفشه کجا شدی ها؟ خواهرم که با تو امکانیت بدیم لطفاً. کمال بنفشه 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 در کجا هستی؟ یا خدای مهربانی من بنفشه санам даро кушо санам даро кушо санам чӣ гап бошада санам чӣ шуд иҷрӣ чӣ сару садост санам бунавша нест дар хона нест бунавшаро надидӣ бунавша нест чӣ хел нест ё худоям ту ҳамуро надидӣ پلیس است لطفاً به اینجا بیاید سروغه رو میفرستم ایوایه توبه کردم توبه از اینجا هیچ کس سالم نمیبراید هر کسی که اینجا بود مردند خدایا احوال اینها رو بینا بنفشه 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 خواهرم در کجا هستی بنفشه بنفشه یا خدای مهربانی من هجری چرا اینقدر تشویش میشوی یک دختری کلان از گم نمیشود شاید به هوای تازه برآمده است چه خیلی هوای تازه سانما در نیسی شب به من خبر نداده چرا به بیرون میبرآمده است چرا میبرآمده است یا خدایا برای به بیرون برآمدن باید از تو اجازت گیرد بین از حاضر میگویم هجری این خیل کارها رو نغز نمیبینم فراموش نکن من چی ها میگویم تو باشی چی ها میگویی سانما دروغ است کسی خواهرش را میخیل کند مرا هم میخیل میکنند چی کار کردم خواهرم را سفسطه نگویی بیچاره دختر 2 دقیقه گم شده است قیامت برپا کردی شاید شهر کرده است که اجازت پرسد چه خیلی اجازت سانم چی میگویی شاید با دوست داشتهش بخوری رفته است این خیل میشود کن نه نمیشود خواهر من این خیل دختر نیست چه خیل بوده است مثل گفته تو نیست من چه خیل است میپرسم اهمیت نده حاضر فهمانده نمیتوانم بیهوده مرا مشغول نکن خواهرم را یافتن لازم تو چرا اینقدر عصبی هستی هجری خواهرم گم شده است از همین حساب سانم چه خیل گم شده است او گم نشده است کودک نیست برمیگردد از خود کیم کجا خسته برای دیدن تو آمده است روی خانه را نمیابد مگر از برای خدا سانم بیهوده گپ نزن چیزهایی است که تو نمیدونی بنفشه
بنفشه کمال 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 خوب شد که رفته بودم وگرنه من هم میترکیدم. خدا نگاه دارد، خدا نگاه دارد. فلش карта کجاست؟ ثبت رو یافته لازم. پلیس نیافته باید من یابم. در جیب سقراط باشد چی؟ آخر توبه کردم یا بسم الله کاری مرا بینا. سب در جیب سقراط نیست. سب در کجا باشد؟ بنفشه هجری بیا ба полис занг занем. дар кӯчаҳо гашта бунafshaро пайдо намекунем. охир بخیر تیزی در این وقتی شب چی شد پسرم؟ акай ҷавҳар бунafша нест, гум шудааст. گم شده است؟ гум нашудааст. хоҳари маро он одами паст дуздидааст. чӣ дуздидааст? ту дар бораи кӣ гап мезанӣ ҷирӣ? بنفشه ارش بیا ما هم این طرف رو کابیم. رفتیم اکای جوهر. کمال نمورو خیلی التماس کمال کمال غیری امکان است کمال چی گپ است؟ آه خدایم جاندار. آی کاوتاکیلاس آخر اینجا چیکار میکند؟ نیست آخر؟ در باره کدام دوست میگویی؟ کی بنفشه رو دزدیده است؟ کی؟ خواهرم بنفشه کمال خواهش میکنم نمور کمال این کرتکه کمال است آخر کمال
این دیوانه وقتی مردنشم کم مونده بود که مرا نیز با خودش برد. این دیوانه کی بندی نارنجک را کند و اینجا را ترک کند؟ به عقل. وقتی گریختن است. به شرفه سردارم ترکیش شده است. چی خیل ترکیش؟ در یک انبار ترکیش شده است. ای بچه خوبتر فهمان؟ این مرد یک انبار ترکیده، درونش پری آدم در تریتوری خودمون. در تریتوری خودمون؟ تو چی ها میگویی؟ رفتیم پیش را. از این سلاح خلاص شده. ثبت را به نزد پلیس بردن لازم. کافی بودگیست. ثبت رو یقین کلتا کلاس گرفته است. با پلیس تسلیم میکند مرا. من باید در حال به خارج گریزم. بنفشه دخترم در کجا هستی؟ بنفشه اگر با خواهرم چیزی شود که جوهر همش رو میکشم، همش رو. آرام شو پسرم، آرام باش. بنفشه اکا اونر شما خوب هستین؟ بله خوبم. چی شده است؟ باوری داری؟ بله مطمئنم. میگم گریب نباشی مدا بگذاره، خوب نیستی. دیوانه هستی پسرم، خوبم. سردارم با فکرم شما بیمار هستید. چی خیل بیمارم؟ بسیار خوبم. این مردک آخرش چند خط گفتید که همینجا کلتکلس نترکانده است. از همین معلوم میشه که شما بیمارید. دیوانه هستی؟ ترکیش با کلتکلس چی علاقه داره؟ این مردک ترا چی شده است؟ یا این که این ترکیش با کلتکلس یکم علاقه داشته باشد. شکر خدای مهربان که سردارم بیمار نبوده است. یک کار باری کلتکلس نمیکنی، خیال میکنیم که کسلی. بنفشه؟ اکا بنفشه تو اینجا چکار میکنی؟ کی تو رو با اینجا آورده ابزان؟ خوبی همین خیله؟ چیزی نیست، خوبم. تمام شد میگذرد، گریه نکن. چشمت روشن هجری. خدا را شکر. رحمت که جواب. خواهر جانم گریه نکن. همش گوز است، ما در اینجاییم کو. همش بیدش بچه ها رویم ها. تمام بیای میرویم.
پیدا کرده درو. بچه ها از دستشون می آمده رو میکنن خانم میلیس. ترکیش کالتاکیلاس ترکیش. سردارم میدونی که کالتاکیلاس دیگر کلمه است، ترکیش دیگر کلمه. اگر کالتاکیلاس رو با ترکیش پیوست کنیم یگون چی نمیشود. در کالتاکیلاس بمب را بمونه هیچ وقت نمیکفه. وای کالتاکیلاس، یگون دومیدرو لبتیم سردارم. با تو کالتاکیلاس است میگویم. سردارم این خیل نکنه، در حقیقت فکر میکنه که در این ماشین کالتاکیلاس است. شما به عقل رفته سینکه اتمت را گیر. اوفه خدا را شکر، ما فکر کردیم تو رو دزدیدن. بنفشه تو چرا از اتاقت بر اومدی؟ در اتاقت ایز در را قلف کن نگفتم؟ اکا من در خونه یک آدمی نقابدار رو دیدم، بسیار ترسیدم. نقابدار گفتی؟ بله نقابدار، باز در پیشانیش یک ماهی خردکک هم بود. ماه گفتی؟ هجری؟ او همان جنگاور خودمون نیست؟ نه ترس جانم، او جنگاور خودمون است. جنگاور گفتی؟ او باز کیست؟ او نجات دهنده محله ما است. یعنی اصلا تنها از محله ما نه، از همه. جانی کسی که در خطر باشد درحال به یاری او میدود. تو پروا مکن، یعنی برای نجات تو آمده بوده است. اکا بسیار ترسیدم. وقتی که به خانه در اومد فکر کردم که من رو میدزدد. چخیل میدزدد؟ او از پس آدمانی که تو رو دزدیدن میخواسته رفته است. برای همین به خانه در اومده است. تو پروا نکن. همین خیل نه اجری؟ یعنی همین خیل نیست؟ تو هم یگون چیز بگو؟ وای بله تمام سنم تو همش رو گفتی کو. یعنی بنفشه جان این رو هم به تو بگویم که جنگاور آدم هایی که به تو ضرر رساندن میخواستن کی حالت تو کوب کرده است. آنها اونقدر ترسیدن که دیگر به اینجا قدمشون رو نمیگذارن. پروا نکن، تو آروم باش. سنم درست میگوید، آنها دیگر به تو ضرر رسانده نمیتوانند. اوفه کوش از دری پوش می در اومدم، خواهرم رو ترساندم. سردارم شما گفته بودید که جنگاور با کالتاکیلاس یک جا کار میکنند، همین خیل نه؟ بله آنها همکارند. فهمم. نباشد به گفته تئوری شما اگر در داخل این ماشین البته کالتاکیلاس باشد معلوم میشود که اون رو به نزد جنگاور میبرد. آفرین به تو لیوند، انا نو عقلت کار کرد. آفرین. کمال التماس این کار رو با من نکن. او به کجا می رود؟ سردارم این ماشین به فکرم به جای کار خودمان می رود. به خدا به جای کار خودمان می رود. به امنیت؟ سفسته نگو. پیدا کرده درو؟ نه نکردم، اما بچه ها کفتن رو دهم میدهند. شاید در زیر آب فرو رفته باشد. امیدوارم که زنده است. کمال در کجا هستی؟
این ثبت رو سپارم، از این کار جانم خلاص میشه. چی گپ هست؟ بینید سردارم، من به شما نگفته بودم که این ماشین بر جای کار خودمان می رود. دیدید؟ انا بینید. این چه خیل می شود؟ سردارم، یا اینکه کرتکلز برای ضبط کردن جای کار خودمان اومده باشن. میگو جای کارمون اشغال میکرده باشن یا نه؟ چی ها گفته ایستاده دیوانه؟ چی خیلی اشغال؟ از کجا جسارت این را دارد؟ بیا با ما سردارم. کونر شما حالی هم باوری دارید که از این ماشین سیاه کرتکلس میفراید؟ یعنی برای شما رو به خود آوردن شوخی دارم، مسخره دارم. کندل در چه خیلی خوبه هستید که هیچ بیدار نمیشه. چی بکن؟ ابلهی دیوانه، دیدم میگویم من کرتکلس را در این ماشین دیدم. جنگاور. البته سردارم، کرتکلس به امنیت برای خلاص کردن جنگاور آمده است، همکارش. چه خیلی جنگاور؟ جنگاور در امنیت چی کار میکند؟ ممکن شده چه قبیل آورده باشد. تو مرا مسخره کردی استادایی؟ این خیلی نگه رفیق کماندین. تو عقل نداری، از کجا مسخره میکنی؟ اکاونر سروچمانشه گوش کن با دقت. اگر از درون این ماشین کرتکلس بفروید که وظیفه ما در شودیچا میسپارم، همینجا میبرم میرم. من مردکی میرم سخن کردم، اگر همین کرتکلس از ماشین بفروید من میبرم میرم، دیگه کارخانه نمیدارم. از اینجا راست میزنم میرم، معاشم ای خدا. کنی بینم شرط میکنی؟ من مردکم. تمام شدی. تمام. در همون ماشین دیگه رو دامای گپ نزن. حاضر میبینیم. سردارم، وجدان انسانی در حیاتت راست نمیگفتی؟ اینا کرتکلس این ماشین برامد فول بین شده. بیعقل، 2 ساعت شد من به تو چی را فهموندم؟ این آدم کرتکلس از نگفتم به تو. کنی وظیفه را سپاره کن. کنی بینم. وای سردارم، حاضر در یک عملیات بسیار مهم است. یعنی اگر حاضر وظیفه‌ام را شادیچه بسپارم کارو خفا میزنم. کارو بزی. یا خدایا، این آدم چرا به امنیت اومده باشد؟ قسم دروغ خوردم مگرم از 3 روز روزه بگیرم. وظیفه‌مو هیچ کی نمیتونه. چی میگویی؟ من میدونم که 3 روز روزه گرفتن درگار. خب با از داملو هجری میپرسم. خیلی 3 روز؟ چی گفتی استادی؟ همین قسم دروغ بخری 3 روز روزه میگیری داملو اونال؟ چی خیلی 3 روز؟ این آدم اینجا چی کار میکنه؟ کدام آدمی بیعقل؟ کرتکلس. اوه، هنی تپانچه گرفته شما رو پراندنی اومده. کی رو؟ مرا. کرتکلس مرا میکشته است؟ البته کرتکلس روز نمیتی، ای پشتش رنگ کنه چسبیدگی. اگر همه آدم ایت خلاص بشوه دلش هم پوشیده میشوه. تمام. هیچ چیز رو نمیپوشد. رفتیم او رو دستگیر نمیم. زود باش. او رو پیدا کردید؟ نه، جستجو رو بس میکنیم. برای دیدن وضعیت موافق نیست. پگاه ادامه میدیم. کمال، من تو امکانیت میدادم. خانم ملیس، آدمی که از این قدر بلندی افتاد زنده ماندنش معجزه است. بچه ها پگاه جستجو رو ادامه میدیم. بیاید شما رو به خانه‌تون بریم. مصطفی، نه، همش از پشتی من شد. از پشتی من میتوانستم او رو من کنم. خدایا من چی کار کردم؟ سلام جناب پلیس. سلام. سردارم چی گپ است؟ سردارم، در جای کار خودمون عملیات گذراندن ممکنه از نظر آدمگری. خاموش باش، خاموش. پیشترا. اکیونال اکیل تیموس خیلی ترین بانه ما رو هم بفهمونیم که اینجا چی گپه. ما هم شاگردان شماییم که ما هم بفهمیم. چی کار میکنیم بیعقل؟ این بیشرف را حاضر دستگیر میکنیم. خزنده چریکا بالا کن. کنی تسلیم شو کرتکلس.
چه کار میکنی همکار؟ دستانی او را بندید. چی ایستاده ای؟ دستانشو ببند. بسیار بد می نمایی اونر. کمی آرام شو، نفس بگیر. گپ نزن. سردارم، این جناب یک دلیل نو به ما آورده است، بیگناه بوده است. در حال این دلیل را به پروکراتور پیشنهاد میکنیم. دلیل گفتی؟ چه دلیل؟ در اینجا است، میتوانید بینید. سمی؟ بله سمی. یعنی حاضر. من این رو تذکر نمیکنم. اکرم پروانه کن زیخ نشو. جنگاور هست که با میریم جنگاور رو میخفیم. اگر زیخ شده باشی نبیا لیوین طبقه بگینه دستگیری میکن. ای بیاخ حاضر تو را مهر میکنم. گوشه او رو پر گفتم، باورش نکردم. همش از پشتی من شد. او رو من پشتم. من آزاد هستید. تشکری زیاد. خیر اکنون من روم همکار. شب بخیر. اونا کورم قفش نمیتونی. رفت دوستی قنده اسلام. سردارم التماسی خیلی نکنید. از یک طرف خوب شد که از کلتکلس خلال شدیم، اجور تنها از پس جنگاور و اژدها سرخ میشویم. چی گفتی؟ کدام سرخ؟ کدام اژدها را؟ ایش میکنم سردارم. اژدهای سرخ میآید، کرسنی درکان میآید. ای گوشم سردارم، اژدهای سرخ فهمی که برادرش خیالی را کسی پرانده کشته است، با شمشیرش به اینجا میآید. کدام شمشیر؟ چه شمشیر؟ سردارم، اژدهای سرخ قصاص برادرش را میگیرند تا حال یگان دشمنش را زنده نمانده است. همش را با شمشیرش پاره کرده است. پاره کرده است؟ یافتی بچه دشمنانش را کشته شود، شمشیرش را میگرفته است. خبر آمد که اژدهای سرخ میآید موی تنم خیز یگان جا گریختند در کوه. چی گپ است؟ دیوانه چی فند است که نقل کردی ساده ای؟ ما پلیس هستیم پسرم، ما افسر هستیم. اژدهای سرخ چی است؟ ما با این خیلکارها سرکار نمیگیریم. پیش در رو به انبار میرویم، بینیم یکان دلیل میابیم رفتیم. اژدهای سرخ میآید. این حالا هم کم میزنه. میترسم کاملا اژدهای سرخ میآید. اژدهای سرخ برادرتان خیالی را در استانبول کشتند.
ملیس دخترم بخیر است؟ همین کمال در کجا باشد؟ از صبح نمی نماید. ملیس جانم چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ یا این که تو را کمال رنجاند؟ اگر او تو را رنجانده باشد من دوای او را میابم. ناخلف. ای باورم نمیآید. من حاضر میآیم اسمی جان. ملیس بخیر است انشاءالله. ملیس 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 مگر مرا نمیشنوی؟ ملیس شیرینم چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ مادر مادر ملیس مادر رهایم کن، تنها بودن میخواهم. اوه خدای من، چی شده باشد با این دختر؟ خبری آزاد شدنم را زهرا شنود از خرسندی زبانش گشاده می شود. زهرا جانم، به تو بسیار یک خبری خوشی دارم. به خدا وقتی که شنوی از خرسندی به گپ می‌درایی. ثبت را به پلیس دادم. آزاد شدم. اکنون برای خانه‌دار شدنمون هیچ مانعی وجود ندارد. کنی گپ زن اکنون. کنی گپ زن جانم. کنی کوشش کن. زهرا گپ زن آخر. وایدا زهرا، اگر این خبر تو را به گپ ندارد من دیگر چیکار کنم؟ پگاه اول دکتر جیغ زدن لازم. یا خدایا من با این درد چه خیلی زندگی میکنم. ببخش مرا کمال، التماس. ببخش مرا کمال، التماس مرا ببخش. ملی زیغ نشو، من تو رو بخشیدم. یا خدایم صدای کمال رو میشنوم. کمال مرا ببخش، التماس. بخشیدم ملیس، گریه نکن دیگر. ببخش مرا کمال، ببخش. بخشیدم. گفتم که ای دختر چی گپ رو دروز میکنی؟ خیال دیده ایستادم من. چی خیل خیال ها؟ خیال مایول نیستم من. تو خیال نباشی نباشد روحی کمال هستی. روحی کمال گفتی؟ کمال مرا ببخش، فکر نکردم که خودت را میپرتایی. برای همین گفتم که پرتا. کاش زبانم میگرفت و پرتا نمیگفتم. بسیار پشیمان شدم. من تو امکانیت دادنی بودم. برای چی خودت را کشتی کمال؟ با خدا اکنون دیر شده است ملیس. این رو باید در وقتش فکر میکردی. کمال مرا ببخش مرا. اگر نمیمردم با من امکانیت میدادی ملیس؟ بله میلیون ها بار بله. ولی تو مردی. بین نمردم ملیس. حالا هم وقت داری که با من امکانیت دهی. بین با خدا نمردم. تو نمردی مگر؟ نه نمردم. مردی با خدا. با چشمانی خودم دیدم. از بالا به آب پریدی، تلاطم شد، تو را برد. ای دختر گفتم که نمردم. مردی باز از پشتی من شدم مردی. اکنون به خاطری آن که من عذابی وجدان کشم روحت آمده است. ای دختر چی خیل رو؟ گفتم که نمردم. غیر امکان است. تو زنده هستی. چه خیل می شودی؟ تو از بالا خودت رو پرتافته بودی کو؟
پرتوفتم. چی شد ملیس؟ این چیزها رو بسیار دیدم. اون بلندی مگر مرا میکشد؟ ای خوب ولی چخیل زنده موندی؟ بعد از پریدنم آب مرا به دوری ها برد. آب بازی کرده رفتم دیدم که در بین بحر هستم. نو از هوش می رفتم که قایق ماهیداران رو دیدم. تو نفسی آخران شنا کرده اونجا رفتم. بعدا نجات دهنده ها مرا دیدند. با قایق سوار کردند. بعدم به نزدیک تو آمدم. آخر کمال مرا چخیل ترساندی میدونی؟ نمیدونستم که تو اینقدر میترسی ملیس. عذر میپرسم. افلاس هستی تو. افلاس هستی تو. چی خیل از آنجا پریدی؟ تو دیوانه هستی مگر؟ دیوانه تو هستم. از راستی دیوانه هستی تو. افلاس دیوانه. با خدا ملیس نمیدونستم که مرا اینقدر دوست میداری. چی خیل دوست میداشتم حیوان؟ دفشم گم شو گفتم. شد کمی آروم شو جانم. خیر شبت خوش. پگاه میبینیم. بین حالا هم گپ میزند. افلاس. توبه استغفرالله. یک روز شوی و یک روز گدا عاقبت میره از دنیا. امی آدم یک وقتا میلیونر بود از این بو میکنه. این رو کی ترکانده باشه؟ سردارم التماس میرم باری کرتکلس نکنیم با. ای بیعقل دیگر کی میکرده است؟ سردار وقتی که ما با جای حجیسه میرفتیم کرتکلس با امنیت میرفت کو. اگر امی ترکان هیچ وقت امنیت نمیرفت. ای پسرم دیوان هستی تو. این آدم از ترکیش نمرده است. از تیره که در قلبش خورده است مرده است. سردارم در جای حجیسه اگه سیلو پیدا نکنیم التماس رو شپوشان که دیلم شوریده. در این کار چیزی نهفته است. انیق در این کار هم کلتکلس دخل دارد. رفتم لبه رفتم. رحمت سلامت باشه. عجیب است. کمی دهانتان را کشایید لطفاً. دهان را کشایید. دهانتان را بله شد پوشید. کاری نمیکنیم. خب این دستی ما رو نگاه میکنید. با چشمانتان دنبالش شوید. بسیار خوب. کجایش خوب است؟ خیر چی شد از کنی گویی؟ جناب زیا متاسفانه حاضر همه علاج‌های طبی را استفاده کردیم نشد. دکتر تو گذرانیدی؟ چه خیر ترتیب همه علاج‌ها همین است مگر؟ ترتیب علاج بی پایان است میگویند کو. گوش نکنید آن سفسطه ها رو باور نکنید. گفته ای مرا کنید. حاضر وقتی که نگاه میکنم با خانم زهرا دیگر هیچ کاری نمونده است که از نگاه تیپ انجام دهیم. چه خیلی خیر. زهرا دیگر هیچ وقت گپ نمیزند جناب دکتر. در اصل این را به ما کمی وقت نشان میدهد. یعنی منتظر میمانیم میبینیم. به این هم تا اون وقت ما دکترها هیچ کاری کرده نمیتوانیم. جناب دکتر چقدر منتظر میمونیم؟ به خدا آن طرفش کمی ناعیان است. یعنی بگویم شاید تا 3 روز باشد یا اینکه شاید 1 سال هم ادامه کند. خبردار باشید. چی گفته ایستاده ایدن جناب دکتر؟ کنی زبان این دختر را کشاید این چه کار است؟ جناب این قلف نیست که من کلید را انداخته این خیلی کشایم. تیپ هم تا جای است. نه اگر از من پرسیدم خواهید بعد تشخیص زیاد همین رو فهمیدم که دیگر گپ زدن نمیتونم. بله به فکر من هم شما را با این خیل حالت عادت کردن نتوانید. چه خیلی عادت کنیم؟ عادت کردن ممکن است جناب دکتر؟ شما چه میگویید از برای خدا؟ اگر در تیپ چاره نمانده باشد مقابل تیپ گفتنی چیزی هست. در اینش انیق چاره هست برای این. کمی فکر کنم. من میگویم که خانم زهرا را با بازی ها و مسابقه های شوق‌آور و خوفناک ادرنالینش را زیاد کنید شفا یابد. ولی گارانتی ندارد. چه خیل ادرنالین؟ وقتی که به ما این خیل بیماران مراجعت کنند همین را میکنیم. یعنی این خیل بیمارها وقتی که بسیار خوشحال میشوند یا اینکه در حالت بسیار ترسیدنشان حتی وقتی که با مرگ روبرو میشوند بعد به وجه آمده گپ میزنند. یعنی
ما حاضر چی کار کنیم؟ هیجان میگویم، حرکت میگویم. یعنی میگویم که بازی هایی که ادرنالینشان زیاد است اشتراک کنید. میگویم حرکت، ترس، وهم، خطر، مرگ، مسابقه. مسابقه گفتی؟ بهترین فکر. سلطانم در این مسابقه شریکی من میشوی، چمپیون حقیقی ما بشویم. یعنی ما هم با ملیس اشتراک میکنیم. بخشش ما گفته کی رو گفتنی؟ یعنی وای برای کمک خانم زهره آخر. هجری ما هم یک جویا در مسابقه اشتراک میکنیم. سنم اشتراک نکنیم چی؟ مگر این خیلی میشود هجری؟ زهره دوگانه من است، حتما کمک کردن لازم. آخر چه مسابقه ها؟ خب اشتراک میکنیم، دیگر چیکار کنیم؟ اشتراک میکنیم. خب تمام اشتراک میکنیم. رفیقان، قاعده ها رو با شما میفهمانم. مردها با کنده برآمده مستحکم میدارند. هر نفری که از کنده بیافتد شریکش به حوض میافتد. حوضی که درونش پر از مار است، باز مارهای زهرناک دارد، به آن میافتد. چی؟ مار گفتی؟ زهرناک است؟ فرما نکنید رفیقان، نجات دهنده ها هستند، نمیمورید. بعضا این حالت ها شده است که ما بعضی آدمان رو نجات دادن نتوانستیم. چی میگوید او؟ دیوانه است مگر؟ یعنی اگر ما موریم این چی ها میگوید؟ فرما نکنید رفیقان، وقتی که مار شما رو گزد درونتان یک خنک بشود. درد نکشیده بعداً بسیار زود و بیخبر میمورید. چی میگوید او؟ دیوانه است آخیره؟ پروا نکن ملیس، اینجا من هستم، این کاری من است. همه میافتد ولی من نمیافتم، برای همین تو اونجا سالم میمونی. پروا نکن. پروا نکن زهرا، آغوش گرفتن کاری من است، میدونی کن. نامی دیگرم کالتکیل است. عزمی جان نکن، جگرکم، کنده رو رها نکن، بسیار مستحکم دار، من از مار خیلی میترسم. سلطانم، کنده را هرگز رها نمیکنم. لازم شود دستانم را با کنده میدوزم، ولی من نمیگذارم که تو به حوضی پر از مار افتی. التماس رها نکن. از همه ضعیف هجری است. انیق اول من میافتم. ما از مسابقه برآمدن میخواهیم. ما هم. آخر من اینجا جانم را به خاطر زهره فدا کردن نمیخواهم. من هم. عزیزم کجای باشد من هم آنجایم. ما هم نمیستیم مگر ما اسیر هستیم. من این خیل مسابقه بیمعنی رو ندیدم. این خیل مسابقه نمیشود. این خیل نمیشود رفیقان. کسی با مسابقه وارد شد نمیبراید. درها بسته شده است. محافظان در پشت در. کسی که براید کشته میشود. چخیلم؟ مگر ما اسیر هستیم. این خیل مسابقه نمیشود. خدایا ما با کجا آمدیم؟ التجا میکنم، این همش خوب است. چی است؟ برادر تو میدونستی این قاعده ها رو؟ من از کجا میدونم؟ یا خدایا. قاعده بازی همین است رفیقان. درآمدی دیگر نمیبرایی. خوش آغاز میکنیم. آماده هستید؟ بله لطفاً همه به جایش رفیقان. فکر کن که همون کنده من هستم. سخت آغوش کن. سر نده. هجری هرگز نافتی باز. التماس ناف. گوش کن کمال، از اینجا افتی تو رو میکشم، فهمو؟ رفیقان با شما یک سر را گویم. من استاد این کار هستم، خودتان رو غم ندید. آخلاف مرا گوش کن. اول آنها میافتند، بعد از آنها تو میافتی. فهمیدی؟ پدر چرا ها؟ میافتی گفتم آخلاف بیافت. این پدر نمیشود، ملیس است. گپ را بس کن. خداوند مددگاری همه ما باشد. آمین. هجری مرا رها نکن عشقم، التماس رها نکن. نترسانم، هرگز تو را رها نمیکنم. جانی منی. کمال
گوش کن، اگر از این کونده بیافتی با تو امکانیت نمیدیم، فراموش نکن. عزمی جان التماس با کونده بیچسب، هرگز کونده رو رها نکن، هرگز رها نکن. التماس میکنم، من از مار خیلی میترسم. به خاطر زهرا شده چرا به این کار دست زدم من؟ کلتکل است. خسته شدی؟ من بسیار خوبم. تو چه خیل هستی؟ همش خوب است. پایهایم رو حس نمی کنم. این دیوانه چرا حالا هم نفتوده است؟ چمپیون حقیقی منم. من خالی میشوم. از همه با قوت منم. عزمی جان با بالا برو آخر جانم با بالا. آرام باش سلطانم، آرام باش. دستانم به تو ویدا باد، پایهایم فلج شود، چشمانم کور شود، فقط که تو نف ایلش. التماس با دقت باش عزمی جان، التماس بسیار میترسم، با خدا که میترسم عزمی، میترسم. التماس طاقت کن عشقم. سنم جان آرام باش، غم مخور، خوبم من. دقت ده عشقم. این هجری تماما خسته نمی نماید کو؟ موازین از ورزشگر است، معلوم نیست. نفهمیدم برادر. مسابقه همان با هیجان ادامه دارد. عجب اول کدام دختر میافتد؟ زهرا باشد، ملیس باشد، سنم باشد، تولین باشد. با هیجان بسیار تماشا داریم. زهرا چه خیل هستی عشقم؟ حالا هم تغییرات نیست مگر؟ اینجا اینقدر وی کرده ایستادیم. کمی دیگر ادرنالین را زیاد کنم. باید زهرا را ترسانم، دیگر چاره نیست. زهرا با خدا میافتم، الوداع. کنی گپ زن آخر زهرا. میخواهی که به حوض پر از ما رفتی؟ گپ زن نباشد وگرنه با خدا خودم رو رها میکنم. خودت کمی کوشش کن آخی. بین اینجا همه به خاطر توست. ناخلف خوب خسته شدی، خودت را بپرته. بیافت پدر چرا بیافتم ها؟ ناخلف کردی. بیافت عزمی جان قربانی پایهایت شوم. طاقت کن تو بسیار با قوت هستی. پسرم مرا دستگیری کن، مگر نمیبینی که من افسیده ایستادم؟ چه خیل با تو کمک کنم؟ از اینجا فرامده نمیتوانم. مرا بدار یاری قربانی کنه. پدر تو با قوت هستی، عزمی توربو هستی. بله عزمی توربو هستم من. با پدرت کمک کن. نه کمال هرگز نکن. ما در این مسابقه چی کار میکنید؟ من برآمدن میخواهم. چرا من خودم رو برای زهرا شده فدا میکنم؟ عزمی جان با بالا برو. کمال تو رها کن. پسرم ببین که من بیافتم. اگر بیافتم تو رو ببخشم. منو فهمیدی؟ آخیر پدر فرویم ملیس میافتم. کمال رها نکن. کمال لطفا رها نکن. ای ناخلف، من پدرت هستم. پدرت میخواهی سلطانم افتد. عزمی التماس کونده رو رها نکن. اینجا مارد. التماس میکنم. پروا نکن عزیزم، رها نمیکنم سلطانم، رها نمیکنم. ای فرزند ناخلف کمکم کن. پدر آخیر. ای پسرم کمکم کن. نکن هرگز یاری نکن. نمیشود. ملیس بیگذار وی به پدرش کمک کند. من مادر تو هستم. یاری کند و من بیافتم. اگر مادر جان تو بیا. یعنی چی؟ من بیافتم؟ چی کار کنم آخر؟ حیران شدم. از مار بسیار میترسم ملیس. عزمی جانی من از مار بسیار میترسم. التماس طاقت کن. التماس با بالا برو وگرنه مرا مارها میخورم. سلطانت از دست میرود. ناخلف نزدیک شو. تو را از فرزندی خط زدم. آخیر پدر. سبک پدر. سلطانم افتید. جواب این را تو خواهی داد. کنی بیافت با پایم بیافت.
آخه تو رو از فرزندی خط زدم. کنی بیاف میگویم همین آخر جنابی عظمی چیکار میکنید؟ این کار زیر قاعده بازی است. لطفاً جنابی عظمی شما به این طرف بیایید. کنی بیاف من تو رو از فرزندی خط زدم. التماس کاری کنید، من در این حوضی مردار رفتیدن نمیخواهم لطفاً. او بر تو آمدم سلطانم، آمدم. مرا گوش کن کمال، اگر از این کنده بیفتی تو رو نیست میکنم، دیگر رویم رو نمیبینی، فهما؟ آغوش گیر عشقم، سختتر آغوش گیر، گویا که مرا آغوش گرفته ای. تمام جانم، تو آرام باش. جانی منی. گروه جناب عظمی و تورین افتید. اکنون 3 جفتی دیگر ماند. مسابقه با شوق ادامه دارد. عجبا، سیاه یا اینکه کمال یا اینکه هجری میافتند. دخترها هم با هیجان زیاد در اینجا منتظری کشاده شوی در این حوض هستند. بچه ها فکر نمیکنید که من میافتم همین خیلی نه؟ نه اخیر مگر من میافتیدم؟ با خدا کی میافتد این رو خدا میداند. با یک رکوردی ناباوری میرسیم. قریب 1 ساعت میشود. کی غالب میشود؟ با یک هیجان زیاد تماشا داریم. برای گپ زدن زهرا باید کمی دیگر این ادرنالینم را زیاد کردم. گپ زد، با خدا گپ زد. زهرا خدایا شکر زیاد خیر، مدامی که زهرا گپ زد اکنون ما میتوانیم مسابقه را برهم دهیم. تا غالب معلوم نشود مسابقه تمام نمیشود رفیقان. دوام میدیم. چی میگوید؟ آخر دختر گپ زد کو؟ زیا ایست، در حال به نزد بیایم. زهرا من چیکار کردم؟ آچه جان، دختر رفتی؟ یک جفت دیگر هم از بازی بیرون شدند. زهرا و زیاد دیگر در مسابقه نیستند. کمال و هجری حالا هم در بالای کنده هستند. منتظریم میلیس میافتد یا سنم. با هیجان منتظریم. بازی ادامه دارد. وای، یک چیز بگم جنابی داور، مدامی که زبانی زهرا کشنده شد بیاید بازی را بس کنیم. بله به فکر من هم بس کنیم. بس کنیم. اگر کنده رو رها کنید دوستانتان میافتند رفیقان. نه هجری رها نکن، من به حفظی پر از ما رفتیدم نمیخوام. آخر کافی است، لطفاً این کار رو بس کنیم لطفاً. پروا نکن ملیس جون، تشویش نشو، من غالب میشوم. غالب نشوی چیه؟ بیامون از برای خدا، هجری غالب میشود مگر؟ آغوش گیر هجری، آغوش گیر، فرض کن که مرا آغوش گرفته ای. هرگز رها نکن، افتیدن نمیخوام هجری. با خدا معذرت میخوام ولی تو میافتی هجری. صبر کن میبینیم اخی کامل. دیگر طاقت کردن نمیتوانم. سنم جان، اگر خواهش کنم که هجری مردی خود را نشان دهد و خودش را به پایان پرتاید نمیشود. یعنی من نافتم میگویم. اگر تو نافتی پس کی میافتد؟ اگر تو افتی چی میشود سنم؟ من از مرغ بسیار میترسم. من باشم از مرغ نمیترسم. دیوانه هستی مگر؟ چرا من بیافتم؟ بخشش میپرسم سنم، با خدا تو میافتی؟ هجری رو بین قریب آمده است. راست است هجری میافتی مگر؟ تو پروا نکن سنم. هجری چخیل موازین است، نمیافتد کو؟ وای، بین هجری و کمالیسیا مثل کوهی کلان فرق است. با موشک فرق میکند. تو چی گفتن میخوایم؟ انا با هجری نگاه کن، با کمالیسیا نگاه کن. چی گفتنم رو میفهمی. کمالیسیا بخوتر است. با خدا ملیس جان، یکون بار استی مرا تعریف کردی. چقدر مرا خرسند کردی نمیدونی. این کنده رو هرگز رها نمیکنم. بسیار خرسندم ملیس. میدونی که مرا چقدر خرسند کردی. این خودپسند رو باید تعریف کنم وگرنه به حوض مردور میافتم.
چی کار میکنی ها؟ بین چقدر خوبم ملیس جون، حتی کوی‌های هم آزاد است. چی کار میکنی ها؟ حاضر من میافتم. آرام باش، با من باور کن. این خیل نکن. کافیست آخیر کافیست. من دیگر طاقت ندارم که به درون مارو افتیدن نمیخواهم. خانم ملیس نکنید لطفاً از بازی میبراید. میبرایم. کمال متاسفانه از بازی برآمدید، میبخشید. ای چیکار کردی تو؟ اعتراض نکن کمال، از بازی برآمدن، معذرت میخوام. حاضر من تو را ملیس غالب مسابقه بعد طاقت زیاد هجری و سنم میباشد. هورا ما غالب شده میایم عزیزم. خدای مهربان شکری به اندازه میکنم. ما Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Hey, the only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer. السلام علیکم. من میرزا سبینا خواننده سیدی جیمناز رقم 1 شهر دوشنبه میباشم. من امروز با کمک استادانم به آمریکا رفته تحصیل میکنم و با شما خوانندگان عزیز توصیه میکنم که من به آمریکا رفته تحصیل کنید، چون که ما جوانان آینده وطن عزیزم. I swear I live. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain, but until my moment comes, I'll say I did it all.
Life Prep isn't your typical school. It's a place where uniqueness is celebrated and hard work is appreciated. Our mission is to give families an affordable, Christ-centered college prep education that inspires students to grow to excellence, academically, socially, physically, and spiritually, to become passionate leaders who will transform the world. If you come to Life Prep, I can guarantee you a few things. In the elementary all the way through the high school, you'll have teachers that actually care about you as a person and not just as another student. You will build lifelong relationships, not just with local students, but with students from all around the world. You'll have all the tools and advice necessary to pursue the life you've imagined. Hope when the moment comes, you'll say, I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. There was every broken bone. I swear I live. Life Prep is a special place with incredible people. And you'll fit right in. First up, Ibrahim Abdurrahimov. زنک جان لطیفه را گوش کن. زن به مردکش میگوید که به زادروزت چی تحفه کنم. مردک تو همون لطیفه خوندن خیزید روید صابون و آینه بیارید من قالین ها رو شویم. صابون و آینه بیارم قالین میشویی؟ بله. آخر زنک بیامون همین قالین شویت رو. مراتبه گذشته هم همین قالین های رو نشوشته بودید. باز همین قالین میشویی گرده چپی درمند درد میکند. یک ماه گریپ کسل، باز یک ماه دیگر گرده درمند را تبابت کردیم. مردک پیش از توی فرزندمون این قالین ها رو نشویم نمیشود. با این قالین های چرکین در پیش مردم شرمنده میشویم. قالین ها رو حتما شستن لازم زنک جان. البته. حالا من به شرکتی قالین شویی نمد زنگ میزنم به رقم 3 تا 5 50 60 70. باز باران میبارد یک هفته دیگر میماند مردک. این شرکت نوابسته از آب و هوا قالین ها را تازه خوشبوی شسته باز به خانه میارند با نرخی ارزان و دسترس. مردک جان نباشد تیستر زنگ زنید بیایم. الو سلام علیکم. این شرکت قالینشویی نمد است؟ الو مردک جان این تعریف های کرده اتان راست بوده است. قالین ها تازه خوشبوی. البته باز به این نگاه نکرده کو برده آوردنش رایگان بوده است. البته باز خودتون بیایید میبینید. با دقت شما میرسونیم که قبول شهرانان برای تحصیل در دانشگاه سیانی دولتی چین آغاز شد. امکانات شما تا 5 سال تحصیل و خوابگاه رایگان است. سال اول زبان چینی را به آسانی از خود میکنید و بعد 4 سال دیگر اختصاص میآموزید.
اینچنین برای تحصیل شما استیپندیا داده می شود. دانستن علم و تکنیک زمانوی برای هر یکی ما و شما شرط و ضرور است. برای معلومات مفصل به سراغ ما بیایید. سراغ ما شهر دوشنبه، کوچه بابا جان غفوروف، بینای 34 کسر 2. تلفن برای تماس 908 44 88 18. مرحمت بیایید، ما شما را انتظاریم.